زن شوهردار میگه سایت های اینترنتی درآید. آیا این درست است؟ زن های شوهردار سایت های اینترنتی وقتی می درآید، اگر هر چیزی که با فایده باشد، با منفعت باشد، نگاه کردنش یگان جای گناه نیست. یکی وقتی که اگر هر چیزی را که نگاه میکند که نگاه کردن او درست نباشد، برای زن شوهردار، برای مردی زندار، برای زنی به شوهر، برای مردی به زن، برای همه نادرسته. فرق ندارد که سایت اینترنتی دا برای زن شوهردار مقصد نادرست و برای مردی زندار درست خیلی نیست. وقتی نگاه کردن هر چیز خوبی باشد اجازه، یکی اگر هر چیز ناخوبی باشد برای همه نادرسته. سلام دوستو، با شما صمیمانه کورس لیچنش پیشنهاد میکنم. کورس لیچنش 8 تا 12 کیلوگرم وزن میگیره و از موج بشمش تا 15 کیلوگرم. همچنین گردش خون تیز میکنه، تنه را به خود میکنه. مشنی مسئله مرحمت به شرکت شفافرما زنگ زده، شرکت شفافرما مراجعت کرده به متخصصاش داروی خود رو دسترس نماید. برادران سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مردم غریب، امروز 22 سپتامبر 24 سال аграница гаштем. این مدت ماشینچمون فورد اکسپلور 6 کاسه، خوندای سالاریس 19 سال 4 کاسه аграница гаштем. شهر یرشوف دایم بچه. این ماشینچو زنگ زنیم 24 به 7 علاقه دایم بچه. زنده آباد باشین. اینا سالاریس ای 6 کاسه ما در علاقه این، فقط گرانیچه را تون زنگ زنید. خوب، در وقت ذکر کردن یا تسبیح گفتن سخن دنیا را گوش کنی جایز است. اگه یک کارش کار نکن، دستی من اگر تسبیح باشه و من تلویزیون تماشا کردم بگیرم، معلومه که این عبادت من یگان لذت و یگان مقصد به خاطر خدا نیست. وقتی آدم به ذکر مشغول می شود، مثال همه امکانیت و شرایط ساز میکنه و 1 ساعت مقصد میشیند ذکر الله را میکنه. استاد در دهن انسان ها یک دانچه میبراید، نصیب خوراک میگویند. آیا یک شخص نصیب دیگر شخص را خوردن میتواند؟ چون که میگویند که نصیب دیگر کس را خوردن چونین شد. نه، این گپ خطا است. حقیقتا این در دهن مردم هست که مقصد همون نصیب خوراک گفتگی اگان دانچه ای دهن میبراید همون، لیکن نامش نام نادرست مونده. او به سبب یگان چیزی که خورد است مقصد در همون جسم هم آدم نگفته است، خیلی یک دانچه برآمده، لیکن هیچ امکان ندارد که حق یک کس دیگر در دنیا خورده بتواند. نمیتواند هیچ وقت. خب بابای حاجی های و غورهای بیشتی با مردهای بیشتی حتمی است یا اختیاری است؟ اگه حتمی و اختیاری نداره. وقتی که برای زن دنیا اینقدر جهد کوشش میکنی، او وقتی که دیگه حورهایی که مثال الله مهربان در جنت برای مردها آماده کرده است، یا حورهایی که وقتی میبینند مردهای جنتی را دیگر اونجا اختیاری و حتمی نداره، در اونجا که در حال خواهشاتی هرچ پیدا میشوند، مقصد دیگر اونجا جای یگان زحمت و مشکلات و جنجال و نافهمی نیست. برای همین جنت با همون حورهاش زیبنده است. برادر عزیز، آیا دوستی با شخص غیر مسلمان جایز است یا نه؟ ما با مردم غیر مسلمان مقصد همه معامله را میکنیم، همسایگی میکنیم، تجارت میکنیم، کسب یکدیگر را میآموزیم، ببین در یگان کارهای دیگر را کمک میکنیم. حتی آدم نامسلمان هم باشد یگان مال یگان چیز دستگیریش میکنی، صدقه میکنی، ثواب میگیری. لیکن دوستی چیزی دیگره. آدم وقتی با یک از دوستی میکند، دیگر با او تمام آن چیزی که اسیرهایی که داره میگه. برای همین با آدم غیر مسلمان
مصلحت دوستی نیست، لیکن این مصلحت هایی که من گفتم با او ما میتونیم که همنشین باشیم و مقصد همسایه باشیم و دستشون بگیریم و یعنی این کاراش برای ما و شما درست است. ابو سعید خدری حدیث امام مالک در موطأ خودش با اسناد لا بأس به میارد، میگه لا تصاحب الا مؤمن ولا یاکل طعامک الا تقی. هرگاه شما پیامبر بود دوستی میکنین با نفر دوستی کنین که وای مؤمن باشد، وای ایمانی با خدا و ایمانی با محمد صلی الله علیه وسلم داشته باشد. خب در وقت رکوع باید به کجا نگاه کنیم؟ وقتی در رکوع که رفتی به سجدگاه نگاه میکنی. وقتی که در اتحیات نشستی همون انگشتی را که میبرداری مقصد وقتی میمونیمش همون نگاه همون در همون انگشته. در حالت نشستن در انگشت ما نگاه میکنیم، در حالت رکوع باشد با سجدگاه ما نگاه میکنیم، در حالت قیام هم با سجدگاه ما نگاه میکنیم. استاد آیا گذاشتن اسم حیات جایزه؟ جایزه. بابای حاجی 4 ماه پیش برادرم از دنیا گذشت. بسیار خدمتش کردم. او از من بسیار راضی بود. وقتی آخر با او گفتم که دیگر زورم نمیرسه، بیا ماشینت را میفروشین، سلامتی که خوب شد با ماشین میخری. او از من سخت ملال شد. استاد 4 ماه میشود که من به خود نامدم. آیا من در نزد خدا گناهکار شدم؟ در حق برادرم دعا کنید. خدا هم برادرتان رحمت و مغفرت کند. شما مقصد از امکانیت خودتان گفتین، اکنون ملالی او مقصد با یگان گناهکار شدن خودت بردگی نیست. برای همین یعنی شما در این کار گناهکار نشیدین، خدمت‌های کردین، پیش الله پاداش گرفتین. خفگی و ملالی که کرده است مقصد این با عیب خودش و با کمبود خودشه. خداوند رحمت و مغفرت کند. شما یگان گناهکاری در اینجا ندارید. نماز بامداد قضا شود باید در کدام وقت خونی قبول می شود؟ وقتی نماز بامداد برادر عزیز ما و شما قضا کردیم، خواستیم که مقصد دیر شده است، همین آفتاب که برآمد ما هر دوش می خونیم، هم سنت شه هم فرض شه. نه قضایی نیت میکنیم نه وقتی. نیت کردن میگذارم 2 رکعت سنتی بامداد الله اکبر، نیت کردن 2 رکعت فرضی بامداد الله اکبر، تمام نیت میکنیم، نمازامون رو میخونیم. شخصی که مینوش هست در حالت مستی خیر میکند، خیرش قبول میشود یا نه؟ یعنی یک آدم مست و خیر میکنه، آیا خیری او قبول میشود یا نمیشود؟ برادران عزیز و گرامی، از باب عقیده یک چیز باید ما دانیم که البته مقصد نفری که می مینوشد او مرتکب گناه کبیره شده است، یعنی گناهکار است، به خاطری که وای از حرامی که الله در قرآن انما الخمر مقصد رجس من عمل شیطان میگد که در آیت چند چیزی را که الله مهربان پلید میگد حرام میگد، همچنان نوشیدن یعنی می هم از زمره حرام کرده ها هست و گناهکار است. لیکن مادام وقتی خیر میکنه و احسان میکند، خیر احسان او را الله قبول میکند. در او حالت و مقصد بگیم اگر همون نوشیده هم باشد گناهکار هم که باشد، لیکن او را ما مقصد از دایره دین ایمان خارج کردن در حق نداریم. زیرا آدمی که مرتکب گناه کبیره شد به سبب گناه کبیره را مبتلا شدنش و از دین و از ایمان خارج نمی شود تا زمانی که او را حلال نشمارد. برای این اولا ما دعا میکنیم که همین خیر نفری که دستی به خیر دارد، خداوند اولا از این راه بعد، از این کار بعد خدای مهربان توفیق شد که باز بگردد و الله مهربان انشاءالله گمان من همه که وقتی این آدم دستی به خیر داشته باشد
خدا خواهد من بعد ای از الله امید هست دعا کنیم که خداوند توفیقش دهد. لیکن قبول و ناقبولش نزد الله مهربان است. هیچ کس نمیداند که همین خیرهایی را که آدمای هوشیار حتی میکنن و یا الله قبول کرد یا نه، اگر تا از روی اخلاص نباشد. هر کاری را که برادر عزیز ما اگر از روی اخلاص نکنیم، به خاطر الله نکنیم، اگر نوشیدگی هم که نباشیم، خیر کنیم و به خاطر آنه که بگم فلانی مقصد بسیار سخیه، خیرم کنم به خاطر که مرا تعریف کنن، خیرم کنم و بگیم که مردم که مثال مردم ده همه ده بگیم که فلانی همین قدر مبلغش خیر کرده است، این خیرهای ما شما قبول نمیشود. برای هر یک خیر میکنیم، هر عبادت میکنیم، مخصوص به خاطر الله کردن در کار برادر عزیز. و الا مبلغش نوابسته، اگر میلیون که در راه الله بتی و مقصدت به خاطر خدا نباشد، الله وای قبول نمیکنه. سوال دیگر: استاد، دختر خاله هم جین دارد. چندین ملا آمده دعا خواندم، بی‌فایده بود. بعد یک ملای دیگر آمده دعا خواند، گفت جینش گفت مسلمان هست و هر کاری که همون جین میگوید اینها همون رو انجام میدهد. آیا این کارشون درست است یا نه؟ یک برادر جین خان بود است، مقصد خواندن و هیچ منفعتی را مقصد از چندین جین خان ها ندیدن و یکی از جین خان ها گفته است که خیلی جینی این مسلمانه. از این لحاظ او جین هر چیزی که میگفته است مقصد همین نفر بیماری را او اجرا میکرده است. اصلا امروز باور کنیم برادرها، اکو با عزت نفسی هیچ کس نرسد. همین جین خانی هم یک همین مسخره بازی شده، مسخره بازی شده است دیگر. مردمی ساده را یافتن، مردمی مقصد همین زود باور را یافتن دیگر. همین هر چیزی که بگن بیچارا که درمند که هستن، بی سواد که هستن دیگر، تمام گپی همه آدم برای اونها دیگر حسابی که بگیم گپی قبول، گپی کتابی دیگر. و این لحظه وقتی که اگر جین مسلمان باشد، ما در جین ایمان داریم، ایرا الله مهربان خبر داده است که عالم جین هم هست. لیکن وقتی جین مسلمان باشد، هیچ وقت صاحب خودشه و آزار نمیتاخه. هرچی که میکند همین مشکلات ها و همین وزنینی ها و همین حالت های بدی را که ما در مردم مثال جین زده میبینیم، اینها همون جین های هستن که مسلمان نیستن. اونها از روی دشمنیشان، از روی بدبینیشان، از روی عداوتشان که این مسلمان گفتن، به همین خاطر اذیتش میتن. از این لحاظ بسیاری این جینخانهای ما از بس که مقصد همو متخصص نیستن، از بس که با پرگی خودشون معلومات ندارن، همون جینها هر چی بگن یا باور میکنن. حالا که جین دروغگو است، ایرا یقین دانستن در کار که جین دروغ میگه. ایرا پیامبر گرامی گفتن که وقتی که جناب ابو هریره وقتی سیوم بار همون جینی را که مقصد دستگیر کرده بود در بیت المال و او را خواست که مقصد به هلاکت برسانش، بعدا گفت که مرا به هلاکت نرسان، من یک تعلیم برای تو میتونم که هر گاهی که اگر همین از تعلیم من کار بگیری، هیچ جین در روی عالم کارت ندارد. او خیمیلش گفت همین آیت الکرسی، بین الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سینة ولا نوم. همین مقصد بگیم آیت الکرسی را تعلیم داد، گو همین را بخوان، گفت در دستات مقصد دم که در بدنت بمال، هیچ جین برای تو دیگه کار گرفته نمیتونه. پیامبر ما گو اگر چند جین ها دروغگو هستند، لیکن همین سخنش حقیقت داره. برای همین بسیار این جین خانهای ما را برادر عزیز جین ها فریب میکنن.
هر چیزی که البته در صحبت میبرویند با اینها گپ میزنند نه که دروغشون میگن. برای همین برادرای عزیز و گرامی، اول خوب مقصد یک معلومات پره پیدا کن. باید یک تکورسی علمی باید داشته باشی. ببین چقدر اگر آدم قوی نباشد برادرای عزیز، چقدر تقواش اگر با قوت نباشد، چقدر دم نفسش اگر تازه نباشد، مقصد او تاثیر رسانده نمیتونه. اگر تاثیر هم برساند کمی همون جین فریبش میکند، ای که با رفت با بین یک سه روز با همون حالت اوله میشه. این برادران از حساب آن میشود که این مردکا معلومات چون کمه یا اینکه تیاری ندارن در مقابل همون جین خواندن، تیاری ندارن. من قصه را برای شما در همین باب، من یک باب مفصل درباره همین جین ها برای شما بیان کرده بودم. از حیات حضرت امام احمد حنبل گفته بودم که وقتی که دختری خلیفه همون زمان وقتی بیمار می شود، بیمار همین جین زده می شود، نفری را روان میکند که امام احمد حنبل بگو بیاید تا دختری من مقصد بخواند. امام احمد حنبل از بس که به درس مشغول بودن، گفتند که مقصد عذر ما را به جناب خلیفه برسانو، لیکن همین پایافزالای ما را بعد در پشت که هم بیمار بمان. فقط همین قدر بو که امام احمد حنبل با شما پیغام کرد که یا میبرای ای بدن همی بیماری یا اینکه حتما دره میخری. در حال میگه هم بیمار خودش بلند گپ زد که ما را امر شدگی است که کجای ده احمد حنبل اگر چی فرمان داد همون زمان اجرا کنیم. برای چی؟ به خاطری که احمد حنبل برادرای عزیز یک نفری بودن که لقمش هم احتیاط میکرد، نظرش هم احتیاط میکرد، نشستش هم احتیاط میکرد، دسترخوانش دا احتیاط میکرد، تمام عبادت های روز شب داشت. به این خاطر جنها از دم نفسی میترسیدن. در حال مقصد چی شد؟ در حال البته ما سخنی احمد حنبل قبول داریم، برآمده رفتن دختری مقصد خلیفه اون زمان همون حالت اوله تنصیحتیش در خداوند رساندش. برای این گپا هیچ اصلی نداره. خدای نکرده اگر همون جین با یگان مقصد او را با یگان کاری هست که این مثال بعضی نفرها را میبینین همی آوشپی میکنن و یا یگان کاری نتریک نفری فالبینا و جادوگرها را میکنن، این علاقه دلالت به کار نادرسته، گناهگار میشوند.